الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 102 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه یک چند مسائل و موضوعهایی که تعلق به عبادت دارد به شما بیان خواهیم کرد. بله، ما موضوع عبادت را در توحید الوهیت به شما بیان میکنیم و شرح و تفصیل میدهیم، به خاطر اینکه به شما بیان کردیم که توحید الالوهیه یعنی توحید عبادت است، یعنی عبادت را یگانه به الله انجام دادن است. پس ما باید عبادت را و مسائلی که تعلق به عبادت دارد باید بفهمیم تا که عبادت را یگانه به الله رب العزت و الجلال انجام بدهیم. باید بدانیم که هر کسی که عبادت را به غیر الله انجام میدهد پس البته که شیطان را عبادت میکند. چرا؟ زیرا که عبادتی که مشرکین به غیر الله انجام میدهند، کسی می آید ملائکه را، کسی می آید پیامبری را، کسی می آید یک ولی صالح را، کسی می آید آفتاب و ماهتاب را، کسی می آید درخت و سنگ و آتش و بگویم آفتاب و ماهتاب و دیگر چیزها را عبادت میکند، حقیقت این عبادتش این است که شیطان را عبادت میکند. به تحقیق شیطان را عبادت کرده است حقیقتا. چرا؟ زیرا که همین شرکی که این بنده انجام میدهد و غیر الله را عبادت میکند از امر شیطان است و از وسوسه شیطان است. شیطان انسان را وسوسه میکند و امر میکند و گمراه میکند تا که شیطان غیر الله را عبادت کند. وقتی که غیر الله را عبادت کرد شیطان را عبادت میکند. هر کسی که شیطان را از وسوسه‌اش یا از امرش اطاعت میکند به تحقیق شیطان را عبادت کرده است. هر کسی که دعوا میکند که نه من شیطان را عبادت نمیکنم، ملائکه را عبادت میکنم، بداند که در روز قیامت ملائکه ها به این انسان میگویند که ما از تو براءت کردیم، ما تو را به عبادت کردن دعوت هم نکردیم، تو ما را هم عبادت نکردی، تو شیطان را عبادت کردی. خیلی که الله میگه بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. وقتی که الله ملائکه ها را سوال میکند که آیا شما را این انسان ها عبادت کردند، ملائکه ها انکار میکنند عبادت این انسان ها را و براءت اعلام میکنند و میگویند که بلکه این انسان ها عبادت میکردند و پرستش میکردند جن ها را و اکثرهم بهم مؤمنون و اکثر همین بسیاری همین انسان ها به جن ها به شیطان ها ایمان داشتند، ایمان آورده بودند. یعنی ایمان آوردند به جن. ایمان آوردند به کدام معنا علما میگند؟ یعنی به عبادت جن ایمان داشتند، جن را اطاعت میکردند، عبادت میکردند. ایمان در اینجا به معنای عبادت است میگند، یعنی عبادت را به جن انجام میدادند و او را عبادت میکردند و اطاعت میکردند. در سوره نساء 117 و 118 آمده است که یدعون من دونه الا اناثا و یدعون الی شیطان مریدا، یعنی هر کسی که غیر الله را عبادت میکند شیطان را عبادت میکند. پس مختصرا میگویم که حقیقتی اله و معبود مشرکین این شیطان است. هر کسی که قبر را امروز بین خود و بین الله واسطه میگیرد و از قبر طلب شفاعت میکند، الهش و معبودش کیست؟ حقیقتا اگر نظر بکنید شیطان است. اینها شیطان را عبادت میکنند، الله را به یک طرف گذاشتند. پس این بود یک مسئله مهمی که ما باید بدانیم. و مسئله دیگر این است که توجه کردن، روی آوردن بگوییم. توجه، البته کلمه عربی تاجیکی هم استفاده میبرند و توجه یعنی روی آوردن، توجه کردن، قصد کردن، اراده کردن، طلب کردن، یک چیز رو گذاشتن و یک چیز رو گرفتن. همین چیزها، همین چیزهایی که نمبر کردیم به معنای عبادت است. در لغت عرب و اینچنین در شریعت
این اطلاق هایی که ما حالا به شما بیان کردیم، یعنی این کلمه هایی که ما به شما نامگیر کردیم، همه اش یک صرف عبادت، انجام دادن عبادت به انجام دادن عبادت میاد. من توجه، قصد، طلب، من به الله توجه کردم، من به الله قصد کردم. طلب برای همون هست که علما میگن وقتی که الا الله میگید، ایمان به الله آورده میگید، باید 4 چیز رو اثبات کنید. بزرگی الله را اثبات باید کنید. وقتی که ایمان به الله آوردید باید الله را بزرگ شمارید. و دومین چیز، باید در همه عملتون قصدتون الله باشد. یعنی این طلبات لا اله الا الله هست که قصد الله را در همه حالت داشته باشید. این عبادت است، قصد کردن چیزی، طلب کردن، گذاشتن و خواهش کردن، بگوییم اراده، این همه عبادت است. بارک الله فیکم. پس آیا ما می توانیم که به قبر رویم و از قبر طلب بکنیم؟ نمی توانیم. چرا که طلب کردن عبادت است. وقتی که می رویم از غیر الله طلب میکنیم، در حالتی که صاحب قبر به طلب ما قادر نیست که جواب بگوید، و یگانه کسی که و یگانه ذاتی که قادر است که به ما جواب بدهد و طلب ما را به جواب بیارد، این الله است. پس ما طلب کردیم از یک چیزی که غیر الله است و این شرک اکبر است. قصد کردن غیر الله شرک است. اراده کردن غیر الله شرک است. توجه کردن در حالت دعا و عبادت به غیر الله شرک است. از همین جهت یکی از رسولان الله گفتند که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات. سوره انعام آیه 79. من چی کردم؟ رویم رو گردانیدم و توجه کردم به سوی همانی که فطر السماوات، آسمان ها را البته که بنا کرد و خلق کرد و ساخت و بیستون نگه داشت. یا که خود الله امر کرد در سوره روم آیه 43 که فاقم وجهك للدین حنیفه و فاقم وجهك للدین القیم. بله آیت انمین است. فاقم وجهك للدین القیم ابتغاء وجه الله اسلم وجهه لله يريدون وجه الله يريدون وجهه الذي جعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر. یعنی این آیات ها همش دلالت میکند که انسان این عبادت ها رو نباید به غیر الله انجام بدهد. بارک الله فیکم. پس بدانید که همین عبادت، یا که بگیم عبودیت دو نمود است. عبودیت عامه و عبودیت خاص. عبودیه عام، پرستش نمودن عام و پرستش نمودن خاص. به کدام معنا؟ یعنی یک نمود عبادت هست، اطاعت هست، پرستش نمودن هست که همه انسان ها در این حالت الله را عبادت میکنند، عبودیت میکنند، سرخم میکنند. و یک نمودی سرخم کردن و اطاعت کردن و عبودیت هست که خاص متعلق به مؤمن است. عبودیت عامه، عبودیتی که در این نمود عبادت و عبودیت همه خلق چه هستند؟ واقع شدند به این نمود عبادت، مشترک هستند. و در این نمود عبودیت هم مؤمن و هم کافر الله را عبادتش را انجام میدهد. این نمود عبودیت ربوبیت است. یعنی همه انسان هایی که در روی این دنیا هست، خواهد نخواهد، در ربوبیت الله، در این که الله مالک این دنیا هست، الله امر میکند و الله اداره کننده این زمین و آسمان است، همه در آخر الامر به همین اقرارند. کافرها هم اقرارند. در سوره مریم آیه 93 الله میگه این کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. همه آن چیزهایی که در زمین ها و در آسمان ها و زمین هستند مگر این که به الله بندگی را اجرا میکنند. به این معنا که کدام زمانی که الله خواست وفات میکنند و با باریدن باران هیچ چاره ندارند، اطاعت میکنند. با آمدن بهار و زمستان علاج گردانیدن و تغییر دادن ندارند. با رفتن عمرشون علاج ندارند. خواهند نخواهند بندگیشون رو در این حالت به الله اجابت یعنی چی میکنند؟
انجام میدهند. اما عبودیت خاصه این متعلق به مؤمنین است. این عبادت الوهیت است که بنده ها یگانه الله را عبادت میکنند. بنده های موحد، چلی که الله میگه انه من عبادنا المؤمنین در سوره صفات 112، همانا که او از بنده های مؤمنین ما بود. بارک الله فیکم. پس ما اهل توحید از بنده های خاص الله سبحانه و تعالی هستیم ان شاء الله. اما کفار و مشرکین اینها بنده های الله هستند، اما فقط در ربوبیت الله را اطاعت میکنند، اما الله را عبادت نمی کنند. فرق ما و فرق اونها همین است که ما الله را اقرار کرده و قبول کرده و امرش را اطاعت میکنیم. اونها فهمیدند که الله وجود دارد، این زمین خالق سازنده دارد، اما اطاعت نکردند و احکام الله را قبول نکردند و الله را یگانه عبادت نکردند، به غیر الله را عبادت کردند. این همین است که اونها کافرند، مشرکند و از اهل جهنم میشوند. ما نباید شک کنیم که هر کسی که از یهود و نصارا و از دیگر از مشرکین در حالت شرکش وفات میکند، حتما داخل جهنم میشود. و ما به این باید یقین داشته باشیم. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی صحیح میگن، امام مسلم روایت میکنند که امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. و در البته حدیثی دیگر میگن که البته حدیثی که میخواستم بگم انمین است که ما يسمع بي من هذه الامه ای امه الدعوه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما ارسلت به فمات فهو في النار. یگان نفر از یهودی و نصرانی که مرا میشنود، هر نصرانی هر یهودی که پیامبر رو میشنود و بعد از این ایمان نمی آورد به اون چیزی که پیامبر آوردند، به شریعت الله، به دین الله، به کتاب قرآن و به سنت و به دین ایمان نمی آورد و در حالت همین شرکش وفات میکند، فهو فی النار، او در جهنم است. ما باید این رو اعتقاد داشته باشیم که جهنم است. بارک الله فیکم. پس از همین جهت فهمیده می شود که انسان‌های خاص این موحد هستند، بنده‌های خاص این موحدین هستند. عبودیت خاص، عبادت خاص این توحید است، یگانه الله را عبادت کردن. و البته انمین عبادت نمودهای خود را دارد. عبادتی که انجام دادنش مشروع هست، جایز هست و الله و رسول این عبادت را در شریعت قرار داده و گفته است که انجام همین عبادت به الله سبحانه و تعالی، یعنی شما عبادت رو به الله انجام میدهید، جایز است. و یک عمل رو، انجام یک عمل رو الله خودش و رسولش صلی الله علیه و سلم گفتن عبادت است. به مانند روزه داشتن، حج کردن، 5 وقت نماز خواندن و دیگر عبادت ها که الله امر کرده است و این رو دوست می‌دارد و راضی است. اما نمود دوم عبادت این عبادت‌های غیر مشروع، عبادت‌های بدعتی است. عبادت‌های بدعتی، بدعیه، عبادت‌هایی که الله رب العزة والجلال به انجام دادن این عبادت اجازت نداده است و ما را برای انجام دادن این عبادت امر نکرده است. و این چون رسول الله صلی الله علیه و سلم این عبادت رو به ما نشون نداده اند و امر نکردند. چخیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن، چخیلی که در حدیث متفق علیه آمده است، من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. حدیث رو مادرمون عایشه رضی الله عنها روایت میکنند که هر کسی که عملی رو انجام بدهد که موافق عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، پس این عملش است، رد است. پس اولین عبادتی که هست عبادتی مشروع هست، الله و رسول برای انجام دادن این عبادت امر کرده اند. و عبادت دوم مبتدعه،
عبادت بدعتی هست که انسان خودش از پیش خودش پیدا میکند، در قرآن و سنت انجام این عبادت نیست، یا که در حدیث های ضعیف آمده است که وقتی که فهمید که یک حدیث ضعیف است از او هیچ عملی گرفته نمیشد و حدیث ضعیف حجت نیست. سومین نمود عبادت شرکی هست، عبادتی که انسان این عبادت رو بغیر الله انجام میدهد. عبادت بدعتی و عبادت شرکی چه فرق دارد؟ عبادت بدعتی از قرآن و سنت اصل ندارد. این عبادت را یگان نفر خودش به وجود آورده است یا که از حدیث ضعیف به وجود آمده است. اما این عبادت بدعی را الله بغیر بگویم انسان بغیر الله انجام نمیدهد. انسان بغیر الله انجام نمیدهد. عبادتش را به الله انجام میدهد اما موافق فرموده رسول الله نیست. پس این عبادتش چیست؟ بدعتی است. انجام دادن این نمود عبادت حرام است. این بینید گناه بزرگ است بعد از شرک و بعد از کفر. و عبادت شرکی عبادتی هست که شاید عبادت شرعی باشد یا که شاید عبادت بدعتی باشد اما بغیر الله انجام داده میشد. عبادت شرعی به مانند این که یک انسان نماز میخواند، نماز فجر یا که ظهر، این نماز را الله امر کرده است که باید بخونید، اما این نماز را بغیر الله انجام میدهد، به خاطر مردم میخواند، ریا میکند، یا که میرود نماز را به سر قبر میخواند. پس عبادت را بغیر الله انجام داد. الله امر کرد که عبادت نمایید و گفت که ذبح کردن عبادت است. یک کسی رود ذبح را در سر قبر بکند، پس عبادتی که الله امر کرد که تنها به من انجام بدهید رفت بغیر الله انجام داد. الله گفت دعا کنید، دعا عبادت است و دعا را تنها از من بکنید. یک انسان رفت دعا را از غیر الله کرد. الله گفت ترس عبادت است، توکل عبادت است، محبت عبادت است. همه این عبادت ها را یک کسی رود بغیر الله انجام بدهد، این عبادت شرکی است که باید انسان همین را ترک بکند. باید عبادت شرکی را انسان ترک بکند. نباید انسان عبادت را بغیر الله انجام بدهد، زیرا که مشرک میشه و عذری ندارد. پس به این چنین یک نمود عبادت هست که عبادت مردود است، رد است. این کدام نمود عبادت است؟ عبادتی که الله امر کرده است اما انسان در این عبادتش سبحان الله ریا را همراه میکند. الله از این عبادت انسان بری هست و بیزار است و این عبادتش رد کرده میشود. پس همین نمود عبادت است. و من و شما از همین نمود عبادت چهارگانه که گفتیم، عبادت مشروع، عبادت بدعتی، عبادت شرکی، عبادت مردود، یگانه عبادتی را که الله و رسولش امر کرده است انجام دادن به حق داریم. عبادت مشروع یعنی عبادتی که موافق قرآن و سنت است و همین عبادت را تنها به الله باید انجام بدیم. چلی که در حلقه گذشته بیان کردیم، یعنی عبادت ما باید اخلاص و متابعت داشته باشد و مختصرا این را در حلقه باز بیان میکنیم. پس اگر مختصرا بگوییم عبادت ها دو قسم است. عبادت های مشروع همون عبادت هایی که موافق امر رسول الله صلی الله علیه وسلم و هدی رسول الله صلی الله علیه وسلم است، و عبادت های بدعتی مبتدعه، این همون عبادت هایی که الله رب العزة والجلال برای انجام این عبادت ما را امر نکرده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این عبادت را به ما خبر نداده و امر نکرده. و دیگر همه باقی مانده های عبادت، نوعهای عبادت شرکی، عبادت مردود در داخلی عبادت بدعتی است. بارک الله فیکم. پس این است نمودهای عبادت. بدانید که عبادت مکانت و درجه بینهایت بزرگ دارد، زیرا که عبادت از توحید الوهیت است. شما به عبادت هیچگاه کم نظری نکنید. پیش از هر یک عبادت باید نیت داشته باشید و البته محل نیت قلب است و به زبان گفتنش بدعت است. و نیت چی معنی دارد؟ نیت یعنی این که شما از انجام همین عبادت فقط رضایت الله را
طلب نمایید و همین عبادت را تنها به الله انجام بدید. نیت شما، قصد شما، اراده شما الله باشد. یعنی در هر یک عبادت یک برادری موحد را احترام کردید، پس به کدام نیت داشته باشید یا نداشته باشید؟ باید نیت داشته باشید. یعنی پیش از این که به احترام شروع کردید باید به قلب شما یک حاضر شوی نیت و اراده و قصد بیاید که من همین برادر را به خاطر الله احترام میکنم و دوستی میکنم. به یک فقیر کمک کردید، باید در قلب پیش از نفقه کردن داشته باشید که به خاطر الله این عمل را انجام میدیم. نیت من الله است، اراده من الله است، قصد من رضایت الله است و امید به جنتش است و نجات یافتن از دوزخش است. و چی برسد به دیگر عبادت های بزرگ به مانندی روزه و بگویم اول نماز و زکات و روزه و حج و تمام عبادت من و شما باید به نیت الله، نیت ما خالصا لله باشد، نه به خاطر یک کسی. اگر بگیم که من حاضر این عمل را انجام میدم برای اون که در پهلوی من یک کسی است باید ببیند، آبروی من بالا شود، پس شما ریا را انجام دادید که این به چهارمین نمود عبادت داخل شد که عبادت مردوده، عبادت رد شده. و البته اولین کسی که از امت پیامبر صلی الله علیه و سلم از عبادت کرده ها به جهنم گرفته می شوند همین ریاکاران هستند. چه خیلی که حدیثی روایت کرده امام مسلم از ابو هریره رضی الله عنه به این دلالت میکند. اول من تسعر به النار ثلاثه، اولین کسایی که از امت پیامبر صلی الله علیه و سلم به آتش دوزخ انداخته می شود و از پایشان کشاله کرده می شود و رویشان به زمین کشاله به جهنم می روند، سه قسم از اینها، سه طایفه. طایفه ای که در راه الله قرآن را حفظ کرد و به مردم تعلیم داد، اما این را به خاطر چی کرد؟ به خاطر این که مردم بگویند که این عالم است و این قاری است. در نزد الله این اجری ندارد، برای اون که در این دنیا اجرش رو گرفت، ثوابش رو گرفت. مردم همون چیزی که میخواست دادن، گفتن ماشاءالله قاری بزرگ است، چقدر خوب است. اون نیتی که داشت به نیتش رسید. نیتش چی بود؟ مردم بود. نیتش چی بود؟ این بود که مردم او را لاف بزنند، مردم او را خوبگویی بکنند. پس در نیتش الله نبود. باید نیت را اصلاح بکنیم. کسی دوم در راه الله نفقه کرده بود، به فکر خودش هم خیلی فکر داشت. وقتی که به نزد الله رفت، الله پرسید که من به تو مال دادم چیکار کردی؟ گفت من در راه تو صدقه کردم. الله گفت که کذبت، دروغ میگویی، تو در راه من صدقه نکردی، بلکه صدقه کردی که تا که مردم بگن که ای ماشاءالله چقدر انسانی صدقه کننده خوب است. مردم تو را گفتند صدقه چی گفتند؟ یعنی بینواد انسانی نفقه دهنده گفتند و خوب گفتند. تمام همون نیتی که داشتی به همون نیت رسیدی، بگیرید برید به جهنم اندازید. پناه به الله والعیاذ بالله. و طایفه سوم این یک مجاهد در راه الله است. الله گفت من به تو قدرت دادم، قوت دادم، چیکار کردی؟ گفت قاتلت فیک حتی قتلت، به خاطر تو جنگیدم تا اینکه کشته شدم. یعنی شهید از نظر من و شما. الله فی کذبت قاتلت لیقول الناس شجاع، دروغ میگویی، تو جنگیدی تا که مردم بگن که این شجاع بود است، ای ماشاءالله چقدر خوب بود است، چقدر قوی بود است. فقط قیل، به تحقیق گفته شد، یعنی مردم تو را در حقیقت گفتن که شجاعی، تمام نصیب تو ادا، همون نیتی که داشتی رسیدی، نیتی تو همین بود و به جهنم انداخته می شد. پس نیتی ما باید خوب باشد. وقتی که به نیتی الله عبادت رو انجام دادیم، به اراده کردن یگانگی وجه الله و به قصد الله عبادت رو انجام دادیم، همین عبادت که توحید الوهیت است سبب می شود که ما نجات بیابیم. پس عبادت مکانتی بزرگ دارد. عبادت رو اگر خطا انجام بدهید قبول نیست. وقتی که قبول نیست توحید الوهیت شما به جا نمیاد. عبادت رو وقتی که بالکل ترک کردید انسان کافر می شود. چرا که کسی که عبادت رو بالکل ترک کرد توحید الوهیتش نابود می شود.
کسی که عبادت رو به غیر الله انجام داد، نیتش ریا بود و غیر الله بود و شرک بود، پس بداند که عبادتش مردود است. پس همه او توحید الوهیت در انجام تحقیق عبادت است. توحید الوهیت یعنی چیست؟ یعنی عبادت را یگانه به الله انجام بده. عبادت بدعتی، شرکی، ریاکاری، این عبادت را ترک بکن. طلب تو، توجه تو، قصد تو، اراده تو در این عبادتت باید الله باشد. زیرا که اسلام، همین دین اسلام بنیاد می شود به توحید عبادت. توحید عبادتی که یگانه به الله انجام داده می شود و براءت نمودن از عبادت غیر الله. اسلام چیست؟ اسلام یعنی عبادت را یگانه به الله انجام دادن و براءت کردن از عبادت غیر الله سبحانه و تعالی. به یک عباره همین چنین است. و اسلام ما به همین دو چیز بنیاد می شود. به کدام چیز؟ عبادت را یگانه به الله انجام دادن اول، دومش براءت کردن از عبادت غیر الله سبحانه و تعالی. پس یگانه الله را عبادت کردن، یکتا و تنها فقط خودش را عبادت کردن، این از همه درجه بالاترین و اساس و اصل دین است. برای همین همه پیامبرانی که آمده اند قومشان را به سوی همین دعوت میکردند و تمام مشکلاتی که از قوم نوح تا امروز وجود دارد در بین مردم، انا همین است که عبادت را به غیر الله انجام میدهند. ای برادران و خواهر عزیزم، وقتی که عبادت را به الله انجام دادی و از عبادت غیر الله براءت کردی، بدون که توحید الوهیت را بجا آوردی. پس عبادت صحیح و درست چگونه به وجود می آید؟ یعنی عبادت، بگویم بر عباره دیگر، عبادت بنا می شود در بالای سه اصل. یعنی عبادت همان وقت صحیح می شود و بنیاد می شود و به وجود می آید که سه ریشه داشته باشد و سه اصل و اساس داشته باشد. یکمین، عبادت انجام داده شود تنها به الله. عبادت را تنها به خاطر الله باید انجام داده شود. عبادتی که به غیر الله انجام داده می شود، این عبادت قبول نیست، مردود است و الله براءتش را از این عبادت و از این عبادت کننده اعلان کرده است. ترکته و شرکه، من ترک کردم هم خود عبادت کننده را و هم شرکش را. پس یکمین اساس عبادت این است که عبادت را یگانه به الله انجام بدهیم. دومین اساس، عبادت ما باید موافق شریعت و فرموده الله و رسول باشد و همین عبادت ما به متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده شود. یعنی عبادتی که ما میکنیم باید دلیل از قرآن و سنت داشته باشد که همین چیز عبادت است. یک چیز را عبادت بکنیم، یک عملی را به وجود بیاریم که این عبادت نباشد، این بدعت باشد، پس عبادت ما باز صحیح نیست. آیا به همین تمام است؟ نه. اصل سوم، کفر ورزیدن به عبادت غیر الله. هر کسی که عبادت را تنها به الله انجام می‌دهد و هر کسی که همین عبادت را به فرموده شریعت با دلیل قرآن و سنت و با پیروی رسول الله انجام می‌دهد و بعد از این کفر به غیر عبادتی غیر الله می‌ورزد، یعنی کفر می‌ورزد و براءتش را اعلام می‌کند از عبادت غیر الله، پس عبادت این انسان صحیح است. اما کسی که یگانه به الله عبادت را انجام بدهد، موافق سنت رسول الله عبادت را انجام بدهد، اما از عبادت غیر الله براءت نجوید و مشرکین را مشرک نگوید و از عبادت مشرکین براءت را اعلان نکرده باشد و بر مشرکین عبادتشان را که به شرک انجام میدهند رد نکند به آنها، داند که عبادت این صحیح نیست. الله اکبر. پس عبادت ما هم دو شرط دارد، نفی و اثبات.
عبادت را تنها به الله اثبات میکنید و عبادت غیر الله را نفی میکنید، انکار میکنید. عبادت غیر الله را انکار میکنید، رد میکنید و انسان‌هایی که غیر الله را عبادت میکنند مشرک میگویید و از اونها دور میشوید و براءت میکنید که ما در موضوع براءت در حلقه‌های گذشته صحبت کرده هستیم. پس همین است معنای توحید الوهیت، انکار کردن و اثبات کردن. عبادت غیر الله را انکار میکنید و عبادت الله را اثبات میکنید و عبادت الله را به فرموده الله چگونه که فرموده است انجام میدید. بارک الله فیکم. پس از همین جهت فهمیده می شود که عبادت انسان قبول نمی شود مگرم با توحید، زیرا که ما گفتیم اصل اولین عبادت این چی است؟ عبادت رو یگانه با الله انجام دادن است. ابن عباس رضی الله عنه میگویند كل ما ورد في القرآن من الامر بالعباده فالمراد به التوحید. همه امرهایی که در قرآن به عبادت آمده است، همه امرهایی که الله در قرآن ما و شما را امر به عبادت، انجام عبادت امر کرده است، مراد از این عبادت توحید است. یعنی ای این انسان ها الله را عبادت کنید، یگانه الله را عبادت کنید. ای آنانی که ایمان آوردید یگانه الله را عبادت بکنید، الله را عبادت کنید. عبادت کنید یعنی چی؟ یعنی یگانه الله را عبادت کنید. زیرا که هر امری که در قرآن وارد شده است که الله گفته است که مرا عبادت بکنید، معناش این که مراد از اون توحید است. توحید را به من انجام بدهید، یعنی یگانه مرا عبادت بکنید. مرا عبادت کنید این نیست که مرا عبادت کنید و از غیر عبادت من براءت نکنید هم میشد. مرا عبادت بکنید و غیر مرا هم عبادت بکنید با که ندارد، نه، بلکه عبادت را با توحید انجام بدید. این چی معنی دارد؟ توحید چی معنی دارد؟ یعنی یگانه مرا عبادت بکنید و از غیر من براءت بجویید. هر کسی که الله را عبادت میکند و عبادت را به غیر الله انجام میدهد مشرک است و مرتد است و این موحد نیست و این به همین حالش بمیرد جهنمی است، خیلی که الله در سوره نساء 48 خبر داد. زیرا که الله مشرکین را نمیبخشد و هر کسی که الله را عبادت بکند و غیر الله را عبادت نکند اما اعتقادا بگوید که غیر الله را کسی که عبادت میکند باکی ندارد، او مسلمان است و جایز است، باز مشرک شد. زیرا که عبادت کردن غیر الله را جایز گفت. الله گفت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من انسانها و جنها را خلق نکردم مگرم به خاطر چی؟ تحقیق توحید، مگرم به خاطر اینکه یگانه مرا عبادت بکنند، یعنی توحید را در عبادت انجام بدهند. ای وحیدون یعنی عبادتشون را یگانه و تنها به من انجام بدهند. به عباره دیگر توحید در عبادت داشته باشند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگند العبادة مع الشرك لا تعتبر عباده. لا تعتبر عباده. عبادت با همراهی شرک لا تعتبر عباده. عبادت گفته نمی شود، اعتبار عبادت ندارد. همچون عبادت به اعتبار گرفته نمی شود. هر کسی که عبادت میکند الله را و باز شرک به الله دارد، غیر الله را باز عبادت میکند، پس عبادت های کرده اش قبول نیست. سبحان الله. پس ما شما رو تنبیه میدهیم که بدانید که همانا که الله رب العزت و الجلال عبادت بنده اش را قبول نمی کند مگرم زمانی که عبادت همه اش خالصا به خاطر وجه الله رب العزت و الجلال باشد. اما زمانی که بنده در عبادتش غیر الله را به الله شریک قرار میدهد یا جزء از عبادتش را به غیر الله انجام میدهد، الله عبادت این بنده را قبول نمی کند. مطلقاً همه عبادتش را قبول نمی کند. عبادت هایی که خالصاً به الله انجام داده بود و عبادت هایی که در اون به الله شریک ساخته بود همه اش را قبول نمی کند. زیرا یک انسان ببینید، یک انسان 50%، 70% عبادتش، 80-90% عبادتش خالصاً به الله است، 10% عبادتش به غیر الله است. در 1 سال 2 سال 3 سال یک بار
به مزار می رود یک ذبح می کند، داند که همه عبادتی که تنها به الله انجام داده بود قبول نیست و این عبادتی که شرک را قرار داد و انجام داد قبول نیست، زیرا که این مشرک شد. وقتی که انسان مشرک می شود عبادت او قبول نیست. عبادتی که شرک با همراهی شرک آمیخته شد یا عبادتی که فقط به الله انجام داد، زیرا که الله غنی است از شرک و الله میخواد که همه عبادت ما مطلقاً 100% به او یگانه به خودش تنها و یکتا انجام شد. و هر کسی که عبادت رو ذره به غیر الله انجام داد داند که عبادتش رو همه‌اش رو به غیر الله انجام داده است. پس اینجا من میخوام به شما چیزی مهم رو خبر بدهم که امروز انسان‌های زیاده هستند که الله را عبادت میکنند، یا که بگوییم انسان‌های زیاده هستند که عبادت میکنند و انسان‌های کم هستند که توحید در عبادت دارند. این دو کلمه از هم دیگر فرق دارد، عبادت و توحید عبادت. عبادت این نزدیک شدن به الله، اطاعت کردن، تمام فعلهای عبادت را انجام دادن، فرق ندارد که به مستحقش الله انجام داده شد یا که به غیر الله. عبادت گفتم و مطلق عبادت رو میگه. مطلق عبادت این است که یک کسی عبادت میکند اما بعضی از عبادتش به الله و بعضی عبادتش به غیر الله است. شب و روز عبادت میکند اما عبادتش به غیر الله است. الله این عبادت رو نمیخواد. الله عبادت خاص رو میخواد که این توحید العباده است. توحید العباده. توحید العباده یعنی چی؟ یعنی این که همه عبادت رو شما صرف کنید اطاعتا لله و قربتا نزدیک شدن به الله و یکتا و تنها به الله. یعنی یگان ذره از عبادت ها را، اطاعت ها را، قربه، عمل هایی که به الله نزدیک میشید به غیر الله انجام ندید. ما امروز دعوتی که شما رو میکنیم به سوی عبادت نیست، چرا که همه شما عبادت را شاید انجام بدهید. دعوت ما به سوی توحید عبادت است. امروز چرا از ما رافضه ها مینالد، صوفی ها مینالد، اشعری و ماتریدی و دیگر ها مینالد؟ میگن که ما هم عبادت میکنیم، چرا ما رو شما انتقاد میگیرید و غیره. ما میگیم که بله شما عبادت میکنید لیکن عبادت شما غیر مشروع است و غیر الله را عبادت میکنید. ما شما را دعوت به سوی توحید عبادت میکنیم که یگانه الله را عبادت بکنید. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین حلقه رو به پایان رسانیم و باذن الله در حلقه آینده باقی مانده از مسائل عبادت رو به شما بیان خواهیم کرد.